سلام به توی که اشرف مخلوقاتی. میگفتش که یک تاجری میشناختم تو تهران، فوق العاده پولدار، فوق العاده خوشتیپ و خوشچهره و تقریبا یه بیه که مرد 52 سال مینشست تو مشاور املاک و خرید فروش میکرد. یکی از تفریحاتش این بود تا ساعتها مینشست از این میخرید به اون میفروخت، از این میخرید باز به اون میفروخت، یک کارای اینجوری. یکی از کارهای عجیبی که انجام میداد این بود که تا ساعتها مینشست ولی لب به هیچی نمیزد. یه وقت ازش سوال کردم که فلان تو میای اینجا مینشینی ساعتها میشینی و خیلی زمان میذاری ولی من ندیدم هیچ وقت چایی بخوری یا مثلا شیرینی بخوری، داستان این چیه؟ گفتش من یه اعتقادی دارم و اون اینه که وقتی که میام سر معامله میشینم به هیچ عنوان چیزی نمیخورم. چرا؟ چون اگه بخورم نمکگیر میشم و اگه نمکگیر بشم مجبورم یا تخفیف بدم یا از اون قیمتی که به طرف گفتم کوتاه بیام و نتونم پای این قیمت وایستم. حقیقتش اینه که ما نمکگیر خیلی ها شدیم، نمکگیر زن، بچه، رفیق، پدر، مادر، اما اون صاحب اصلی نمکه رو نشناختیم، فقط نمکگیر شدیم. حقیقتش اینه که اگه ما صاحب اون نمکه رو بشناسیم متفاوت عمل میکنیم. قرآن کریم در سوره بقره آیه 165 میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. میفرماید که بعضی از مردم معبودهایی رو به جای خداوند غیر از خداوند انتخاب میکنن و میپرستن. یعنی چی؟ معبودهای غیر خدا کیان؟ یعنی من هوای نفسمو بپرستم، هرچی هوای نفسم بگه همون کارو کنم. یعنی من حرف مردم رو بپذیرم، حرف مردم رو قبول کنم. یعنی من به خاطر زینت‌های دنیای کارایی رو انجام بدم. رفقا بحث تلخ اولویت هاست. بحث تلخ اولویت هاست. این که کیو به جای خدا اولویت قرار بدن. میفرماید اینها همچون که خدا را دوست می‌دارند به این چیزها علاقه‌مندن. یحبونهم کحب الله. همچون خدا اینا رو دوست دارند. خدا رو هم دوست دارن ولی همچون خدا اونها رو هم دوست دارن. بحث اولویته. نمیگه من خدا رو دوست ندارم، نمیگه من خدا رو قبول ندارم، ولی بحث تلخ اولویته. و بعدش میفرماید والذین آمنو اشد حبا لله. و کسانی که ایمان آوردن، این جهتشون خداست، محرکشون خداست، کسانی که خدا رو معیار و ارزش قرار دادن، اینها خدا رو هم دوست دارند، بقیه رو هم دوست دارند، اما اشد حبا لله، عشقشون به خدا عشق شدیدیه. خداوند تو ذهن اینها اولویت داره. میفرماد عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه عالم از اوست. زنشو دوست داره، همسرشو دوست داره، بچهشو دوست داره، خانوادهشو دوست داره، به خاطر عشقی که به خدا داره. که فرمود اینا همه عیال خدان، اینا همه خدان، اینا همه مخلوق خدان و باید از تک تک اینا مراقبت کرد، باید به تک تک اینا اهمیت داد. اما اشد حبا لله، اما اولویت خداست، معیار خداست. اگه چیزی هم سطح خدا بود یا از خدا کمتر بود شد اولویت ما خارج میشیم از مسیر، راحت خارج میشیم. امام صادق علیه السلام میفرماید ایمان به خدا برای هیچ فردی ناب و خالص نمی شود مگر اینکه خدا رو از زن، بچه، فرزند، اموال بیشتر دوست داشته باشه. این شخصی که خدا رو از همه چی بیشتر دوست داشته باشه ایمانش ناب و خالصه. و اون ایمانی که دست من و تو رو میگیره چیه؟ اون ایمانه که اینجا امام صادق علیه السلام میفرمایند ایمانی که خالص و ناب باشه. اگه میخوای اون دارویی که دکتر بهت داده رو تاثیر داشته باشه باید طبق فرمول همون دکتر پیش بری، نه طبق فرمولی که خودت ساختی، از خودت در آوردی. اگه طبق این نسخه پیش رفتی دیگه هیچ وقت ناراحت نیستی، دیگه هیچ وقت افسرده نیستی، دیگه همه چی گل و بلبله. باید درست و منطقی ایمانو پیش بری. انشالله که زندگیاتون همه نور باشه. یا علی التماس دعا.